шаҳри Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инак консерти яккаи Сардорбек Солиев пас аз чанд лаҳза оғоз мешавад, ки бо таронаҳои зинда, бо мусиқии зинда баҳри тамошобинони азизаш пешкаш мекунад. پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان گل سر پولاد خواهر عزیزم تسکای بلند شما خوش آمدید. انسان عزیز بسیار سرود پسندم آمد. سرداربک برای ما و شما چقدر عزیز است. مرحمت میخواستم یک خرسکی بلنده شما باشد. تشکر. سرداربک عزیز ما مبارک شد. البته با آواز زنده، با نوازش زنده یک کنسرت را آماده کردن این بسیار مهنت زیاده را طلب میکند. باور کنید من نشستم و به جای شما در هیجان هستم. شما باشید بسیار آزاد هستید. مبارک شود. مبارک شود. سرداربک را همچون دادرم بسیار دوست میدارم. احترامتان، حرمتتان برای ما بسیار بالا است. همیشه عزیزی دلهای مردمی سربلندمان باشه. مبارک شود.
کنسرتی زنده برگزار کردن البته خیلی دشوار است، هم به نوازنده ها هم به سراینده ها. از سراینده های پیشین من الهام گرفته، یعنی یک چند سراینده های ستاره های استرادی تاجیک، ستاره های ولایت سوق در کنسرت های خودشان سرود های زنده می سراییدن. من تماشا میکردم به خود یک مقصد میگذاشتم که خدا خواهد من نیز برای مخلصان، برای هموطنان عزیز کنسرت زنده برگزار میگردانم و خوشبختانه انا همین روز رسیده آمد. امروز من شده ایستاده است، همین سرودهای فنگرامش هست، ما میتونیم فنگرامی هم مونیم. من گفتم که برای مردم باید ما چیزی زنده پیشنهاد کنیم. این خواهشی من، این آرزوی من. چرا ما نوای مهر نام گذاشتیم؟ نوای مهر همین که مهر من با نوا برای مخلصان. پیش از همه امروز بسیار شاد هستم که سرداربک ما دادر عزیزی من یک برنامه کنسرتی با آواز زنده، با نوازش زنده برای مخلصانش، برای هواداران صوت و نوا تقدیم کرده ایستاده است و او و دادر عزیزم از درگاه خداوند مهربان پیش از همه صحت و سلامتی، خاطر جمعی و قله های بلندی سنت را آرزو مندم که همیشه عزیزی دل مردم باشد. امروز بسیار در هیجان بودم به جای او، برای آنکه دادر عزیزم هست که آسان نیست برای یک کنسرتی با آواز زنده آماده کردن و برای پیشکش مخلصان گردانیدن این بسیار مهنت زیاده را و ناگفته نماند که یک مبلغ کلان را طلب میکند و او توانست که امروز دل مخلصان را با سرودهای بهترینش گرفته باشد، سرودهای بهترین ایجاد کرده است و خودم علاقه معقول شد و خودم آن سرودها را مخلصی کرده و رپرتوار خود جا میکنم گفته با همراهی سردار جان البته نیت کردیم. مبارک شود، نصیب کند آن مهنت هایی که کرد خداوند مهربان راحت کند. مبارک شود عزیزی من. برای سرداربک سالیف اکای عزیزی ما بردباری خواهان هستم و در کارهای آیندهشان موفقیت‌های کلان را تمنا میکنم. خداوند مهربان کند که درگاه هر یکایی که خلق عزیز ما فقط توی شود خرسنده شد و اکای عزیز شاد و شریک آن توی ها شود. سلامت باشید. اما اهمیت معلم فرزانه میگن که هر چی دادی شکر ای آدم عطا، ور ندادی شکر ای کانی سخا، دادت را گر بگیری باز شکر، چون به فرجام آوری آغاز شکر. و همه چیز ما باید شکرانه کنی یاد گیریم، مهربانی یاد گیریم. من همین بسیار مهربانیت در برآمد سرداربک سالیف دیدم که خودش فرزندی بااداب است، فرزندی برومند است، فرزندی خداجوی خدا ترس است که از همین روز کنسرت خودش کسی نباشد تاثیرات خوب برداشت به نظر من با خواستی من این روزه کنسرت رو هم برای سرداربک هم برای هر کسی که در اینجا اشتراک کرد من تبریک و تهنیت میگویم. خدا کند که در آینده باز کنسرت های برومند برگزار من ببینید با چه آواز زنده طبع زنده کنسرت دادن کاری آسان و کاری هر کس نیست. به خیال من این فکری من، برای آنکه منم عمرم در کنسرت ها گذشت، خوب میدانم، خوب میفهمم. من چی میگویم؟ من برای سرداربک اولش تنی صحت میخواهم، خاطری جمع میخواهم، دلی بیغم میخواهم و این ماندگیش خدا داد با میتیاد. خدا بخیر نیست.